درود دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون هر وقت از مطلب‌های جالب‌ترین بازاری برایتان خواهیم گفت. خبری مهم و نهایت ساز برای دوستداران دسته لیورپول آن است که محمد صلاح با احتمالیت زیاد در دسته سرخان باقی میماند. الکه سر و صداها اوید تمدید کنی شرطنامه با صلاح و مهلت 2 ساله زیادند و چطور استانتی آونه می نویسد کلی آمادگی ها از بحر تمدید کنی شرطنامه میون بازیگر مصری و تیم انگلیسی است. همزمان وولورهمپتون انگلیسی با امید درست کردن وضعیت باشگاهی با کسی دیگر نه بلکه با خود دانیل دراسی گفت و شنیدها انجام داده است. متخصص جوان ایتالیایی باید که در وظیفه سرمربی گورگان ویتور پریرا را عوض نماید، ولی مهم این است که در 8 بازی ماندگی باید دراسی کاری کند که وولفز را برای وضع ایپسویچ تاون در باطلاق ناکامی پای نبرد. یک گپ مهمی دیگری وابسته به بزرگان در فوتبال اروپا این خط و خبرها اوید از رئال مادرید رفتنی دان کارلو می باشد. هرچند که پیشتر خود دسته شاهانه در صورت نتیجه های غیر قناعت بخش موسمی میخواست با کارلو خیر خوش کند، این مورد انچیلوتی از برای خستگی نمیخواهد دیگر با فلورنتینو پرز جورگی کند. یک سبب دیگر احتمالیت رفتن انچیلوتی از کار در دسته اولی مادرید این تابستان قایماقی ها را یک طرف گذاشتن پسرش دویده می باشد. این گپ ها را البته که زنکای لبیاب یا مخلصان بیکار خوجه زیر سایه آفتابی نه بلکه خود نشریه معروف اتلتیک برای همگان دسترس کرده است. پس منتخب برزیلیا را ضرور می‌باید که تا تابستان طاقت کند. این بار ممکن که انچیلوتی به طور دقیق تیم پنتاکامپیون ها را قبول نماید. ولی بر زمین سیاست ترانسفری رئال مادرید هنوز پابرجاست و الکه اشاره بر آن دارد که تومه ترانسفری آرسنال را از دهان توپ بیرون میکشد. دسته پرز الکه با مارتین سوبیمندی به علاقه برآمده است و نیت شامل تیم کردن بازیگر رئال سوسییداد را دارد، ولی از جانب دیگر دسته ارتتا در این مسیر پیشروی‌های نظر است دارد و آماده آن است که از برای نیمه‌نهایی سوسییداد 60 میلیون یورو پرداخت نماید. نمیدانم شما چی میگویید، ولی به نظر من برای خود سوبیمندی بهره گرفتن جایزه های هرچه بیشتر بهترش نام رئال را بیگانه کردن در کار نیست، زیرا رفتن از رئال سوسییداد به رئال مادرید خود گذشتن از جنگل کوه و دریاها نیست، ولی گزارش بر آرسنال باشد این خود گذشتن از بری جایزه و عنوانها و منزلت‌های فوتبالی است. در قسمتی تماما دیگر فوتبال اسپانیا باشد محبت بارسا نسبت نیکو ویلیامز تا حال به قول خنک نشده است. اگر یادتان باشد دسته فیلیپ در خریداری ویلیامز خوردی تابستان سال 24 نزدیک بود، ولی اخیراً کار از کار گذشته بود. این نوبت باشد پس از آنکه که باواریا دقت‌هایش را اکنون از سمت نیکو بیشتر به طرف فلوریان ویرتز مایل می‌کند، بارسا باز نیت‌های تابستانی را در میان گذاشته است. همچنین آرسنال هم به یک گفت و شنیده آید خریداری ویلیامز را به راه مانده است، در حالی که ارزش گزارش نیکو 58 میلیون یورو است. چلسی هم به سویش دقت‌ها روان کرده است. شرطنامه نیکو با اتلتیک باشد تا تابستان سال 27 مهلت دارد، ولی در صورت آمدن پیشنهاد مردکی نیکو با سرعت روشنایی و حرکت شمالی میتواند در بارسا با عمل همراه شود. اگر این دو استعداد زیر راهبری فلیک در بارسا یک جا شوند، پس دسته پرز را دیگر یگان علاج از عجل واقعی راه گرفتن نمیتواند. خلاص اگر شما در جای نیکو می بودید از میان آرسنال، چلسی و بارسا کدام دسته را انتخاب میکردید؟ از کشور فرانسه باشد سابق حمله‌آور باشگاه موناکو اخیراً از جزاهای سودی گریزان شد و برای نفت دیدن به جرم برآورده اروپاییان الکه با دسته سپاهان ایران شرطنامه کاری امضا نمود. اینجا گپ سر ویسام بن یدر می رود که هنوز ماه نوامبر به جرم زورآوری شهوانی 2 سال محروم شوی از آزادی گرفته بود، ولی با استفاده از تجربه سانتی مینا توانست به کشورهای آسیایی پناه برد. بن یدر اصلا از زمره آن هجومکاران ماهر دستای موناکو و سویلیا بود که خدمتش به فوتبال اروپایی کم نرسیده است. از این پس باشد این بازیگر 34 ساله فرانسوی در برابر وحدت حنانوی تاجیکستانی خدمت به فوتبال ایرانیان میکند.
اگر یک مورد به کارهای فوتبالی ایتالیا مکارونی به قول کلا کشیم، آنجا باز هم به اندریا پیرلو جای کار دادنی اند. در آمدی گپ این کار را دیگر باره باشگاه سامپدوریا کردنی است. چهره دستان فوتبال ایتالیا که در کارهای مربیگی به قول آنقدر پخته نیست، دیگر باره میتواند سرمربی سامپا شود. باید خاطر رسان کرد که هنوز ماه آگوست سال گذشته پیرلو را بعد گرفتن یک گل در 3 بازی از کار جواب داده بودند، ولی از آن دوران تا به حال باشگاه وضعیت را تنظیم کرده نتوانست و امکانیت رفتن به سری 3 هم وجود دارد. دیگر علاجی نماند جز پشیمانی و دعوتی دیگر برای پیرلو. به نظرم وقتی از وظیفه سبکدوش کردن پیرلو در نوبت اول به درجه سراسیمه شدند که چنین سراسیمگی‌ها حتی به داروین نونیز و تیمو ورنر وقتی ضربه زنی از 3 متر به دروازه خالی هم ربط ندارد. بعد آنکه که همگان درخشی کوراسخیل گورجی و مامرداشویلی را دیدند، یوونتوس هم رو به فوتبال بازار کشور گرجستان آوردنی است و همزمان نیت خریداری بازیگر گورجی را دارد. به قول ژورنالیست همدان نیکولاس کیرا، یوونتوس می‌خواهد با نیمه‌نهایی‌گر 16 ساله گورجی اندری بارتیشویلی شرطنامه امضا نماید. این بازیگر را در آمدی گپ کوراسخیل نو میگویند. بارتیشویلی عین حال در دسته دوم کالخیتی برآمد کرده. به گفته دیرکتور ورزشی یووه کریستیانو جونتولی، این گورجی را باید که هرچی تزتر شامل تیم کرد. از خود جونتولی بود که یک زمان خویچه را به ناپول آورده بود. یک گپ دیگری ماندگی از فوتبال انگلیا این فروش دسته بانوان چلسی می باشد. چلسی این دسته را برای عوض بیش از 150 میلیون پوند استرلینگ به شرکت مربوط مالکان خویش فروخت و به این واسطه ناجوری‌های مالیوی را برطرف نمود. این سوداکاری احتمالاً برخلاف قاعده‌های مالیوی اویفا است، زیرا شرکت بلوئرکر 22 میدکو LTD محض به خود لندنی‌ها تعلق دارد و این هم یک مکری نوی جز گریختن از خسارات مالیوی نیست. در فوتبال اسپانیا همه گپ کارها اطراف بازی درخشان آنتونی برزیلی است. بازیگری که برای عوض قریب 100 میلیون یک زمان از آیاکس به ام یو آمد، ولی آنجا جز تنقید و ملامت دیگر یگان سخنی نشنید. برعکس این در اسپانیا در یک مدت کوتاه محبوب دلها شد. بعد اجاره زمستانی در صف بتیس، برزیلی علاقه عاملی 4+4 در 12 بازی داشته، مخصوصاً بعد پیروزی دستش در دربی اندلوسیا بر ضد سویلیا سر و صداها اطرافش باز هم بلند شد. مثلا خود ایسکو علاقه از مخلصان طلب کرده است که برای خریداری پوره آنتونی از یونایتد پول جمع کنند. به زبان معاصر چنین پول جمع کنی را کراود فاندینگ میگویند. البته که با چنین پول جمع کنی ها آنتونی 100 میلیون را خریدن نمی شود، ولی از جانب دیگر او علاقه در پالیزی بودرینگ ها اثبات کرد که بهوده برزیلیا در بازار 100 میلیون و 200 میلیون ارزش ندارند. سخن آخرین ترانسفری باشد باز هم سر یکی از بزرگترین های همه دور و زمان ها در فوتبال است و این چهره هم البته که رونالدو می باشد. یادتان باشد اگر در نشر پیشین موعد یک جای شوی مسی و رونالدو در اینتر میامی گفتیم، این مورد گفتنیم که رونالدو می تواند به اینتر میلان بیاید. کل این گپ و خبرها البته برای نیت اشتراکی رونالدو در جام باشگاهی جهان در تابستان است، ولی دیرکتور ژنرال اینتر جوزپه ماروتا علاقه روی راست گفته است که خرید رونالدو از نقطه نظری مالیوی برایشان مشکل است. رونالدو البته که لوکاکو یا تئورمی نیست، او را به آسانی میتوان شامل دسته کرد. رونالدو نفری است که در 40 سالگی نیز با وجود بیش از 30 عملهای گلی داشتنش میلیون ها در بازار می ایستد. محض به همین خاطر خود اسکای اسپورتس نوشته است که رونالدو حتی میتواند به صف ریال مادرید برگردد. 34 گل و 5 ارسال گلی پرتغالی در موسم جاری البته که آمار سر درخش است، ولی تخمینات چنینند که برگشت رونالدو در چنین سن سال به دسته‌های توپ اروپایی از حقیقت میلیون کیلومتر دور است. زیرا دسته‌های اروپایی در دعوت رونالدو دیگر نه قدرت مالی و نه جسارت جانی را دارند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.